در این ویدیو برای شما آموزش خواهد دادم که چگونه تریدینگ شروع بکنید. فقط با دیدن امی ویدیو شما میتونید تریدینگ شروع بکنید. دانشگاه و درس خواندن و نمیفهم کالج یا برای ما قسم یک استقلال مالی میته، من که فکر نمیکنم. میرین در بخش فیوچرز جایی که شما میتونین از طرفی قرض بگیرین و پولتون چند برابر بکنین. مثلا خود کندلا به معنی چی است؟ کندل به معنی شمع است و چگونه میتونیم ما نقص نکنیم و فایده بکنیم. شما میخواین از یک ولایت به ولایت دیگه پول روان بکنید، از شما یک کمیشن میگیره. عین شکل اینجا به شکل دیجیتالی وجود داره. چگونه معامله خود قدم به قدم انجام بدیم. در این ویدیو برای شما آموزش خواهد دادم که چگونه تریدینگ شروع بکنید. فقط با دیدن امی ویدیو شما میتونید تریدینگ شروع بکنید و هیچ کمی و کاستیم نداره. اولین ترید خود بعد از دیدن همین ویدیو آغاز بکنید و اینقدر براتون ساده تشریح و بیان بکنم. اگر دهقان باشی، چوپان باشی، معلم باشی، مرد کار باشی، دکاندار باشی، تاکسیران باشی، تو میفهمی که من در مورد چی صحبت میکنم. 4 تا که شما میبینید اصلا نمیفهمین که چگونه باید ترید بکنین و چگونه از ارزهای دیجیتال کسب درآمد داشته باشین. ولی من تمامش براتون خیلی ساده میسازم و گام به گام برای شما آموزش میدم که چه قسم میتونین از ارزهای دیجیتال عاید داشته باشین و اولین ترید خود آغاز بکنین. شما با کدام برنامه ها نیاز دارین، شما با کدام صرافی ها نیاز دارین، چه قسم پول وارد بکنین و چه قسم پول خارج بکنین. تمامش داخل از این ویدیو از 0 تا 100 فقط در یک ویدیو برای شما آموزش میدم. اگر این ویدیو رو تو میبینی حتما یک ایده داری که تریدینگ چی است و شاید هم کدام وقت معامله انجام داده باشی، شاید از دوستات شنیده باشی، شاید از فامیل، از اقارب شنیده باشی که تریدینگ، ولی تا هنوز شروع نکردی یا شروع که نمیفهمی کدام کارا را باید انجام بدی، کدام اپلیکیشن ها را باید دانلود بکنی، چی کارا باید انجام بدی. و در این ویدیو من دقیقاً تمام چیزا را با جزئیاتش با موشکافی برای شما آموزش میدم. احتمالاً ویدیوهای زیادی را دیدی و نمیفهمی، هنوزم سردرگم هستی از کجا شروع بکنم و چه قسم شروع بکنم. از اون خاطر من برات پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو تا آخر ببینی که تمام مشکلات خود حل بکنی. در این ویدیو شما را وصل میکنم با بازار مالی دنیا که شما بتونید اولین ترید خود انجام بدین. قبل از انجام معاملات چی کار را باید انجام بدین؟ چگونه بازار تحلیل بکنیم، چگونه از تحلیل‌ها استفاده بکنیم و وارد بازار شویم و چگونه پول نقدت وارد یک معامله بسازی یا داخل کریپتو بسازی شه و چگونه سودت یا فایدت به حساب بانکیت باز دوباره روان بکنی و چه قسم یک معامله‌گر سودآور و یک معامله‌گر موفق در آینده شوی مثل ما و چندین هزار نفر دیگه. و تمام از داخل از این ویدیو هست. و اگه ویدیو رو تا آخر ببینیم و برات تضمین میکنم که تو همه چیز در مورد ترید میفهمی، دیگه نیاز به ویدیوهای زیاد نداری و اولین ترید بعد از خلاص شدن همین ویدیو آغاز میکنی. ببینید دوستا، این